سلام و درود. شیلا رحمانی هستم، مامای زنان. همونطور که میدونید در پست های قبل من در مورد راه های انتقال ویروس HPV صحبت کردم. مهمترین راه انتقالش انتقال جنسیه، اما نباید سایر تماس های فیزیکی هم میس بشه و ما از اون غافل باشیم. همین اتاق های معاینه زنان باید بعد از هر بار معاینه رو تختی ها تعویض بشه. در اتاق لیزر علاوه بر هندپیس ها باید رو تختی ها بعد از هر مراجعه عوض بشه. اپیلاسیون ها باید در شرایط بهداشتی و استریلی صورت بگیره. ماسورها بعد از هر بار ماساژ باید دستاشون رو ضد عفونی بکنن و همچنین سایر مکان‌های عمومی مثل هتل یا توالت‌های عمومی هم ممکنه که یا حتی استخرها ممکنه که عامل انتقال این ویروس باشه. پس صرفاً مثبت شدن تست HPV